سلام دوستان عزیز، همراه من باشین با آموزش دوخت لاندری. برای دوخت لاندری قطر کار رو بستگی به سلیقتون داره. بعضیا 35 میگیرن، بعضیا 40 میگیرن، بعضیا از 40 به بالاتر هم میگیرن. الان من این لاندری که میخوام درستش کنم اومدم کفی کار رو به قطر 35 سانت رسوندم. بعد از اینکه کفی کار رو به قطر 35 سانت رسوندین، وسط کار رو برای تمیزکاری حتما به صورت به علاوه دوخت ظریف داشته باشید، انجام بدید که کفی کار محکم باشه برای استفاده. خب الان برای شروع، بعد از اینکه کفیمون رو به اون قطر دلخواهمون رسوندیم، کار رو کامل به صورت عمود بلند می‌کنیم و دستمون رو پشت صفحه کار محکم می‌چسبونیم و شروع به دوخت می‌کنیم. از اون قسمتی که کار رو بلند کردیم، من یه سوزن تهگرد زدم برای علامت گذاری که از اون قسمت، از اون ناحیه شروع به دوخت شده. پس حتما یادتون نره که یه علامتی روی کفی کار بذارید. اگه نخمون پیچ خورده باشه، حتما پیچ نخمون رو باز می‌کنیم که کار قشنگ‌تر دوخت بشه. وقتی به اون ردیف اولی که علامت زده بودیم به سوزن تهگردمون رسیدیم، کار رو میتونیم بخوابونیم و برای تمیزکاری با دستمون اون ردیف اولی که دوختیم قشنگ رو به بالا میکنیم که باعث بشه که حالت استوانه کار بیاد بالا و گلدونی یا خمره‌ای کارمون نشه. این نکته خیلی مهمی هست که حتما اون ردیف اول با دستمون باید رو به بالا آورده بشه. کار رو که قشنگ رو به بالا آوردیم، دوباره بلند میکنیم و شروع به دوختن میکنیم. میتونیم کمی این نخمون رو یه مقدار بالا بگیریم در حد زاویه 45 درجه که کارمون رو به بالا بیاد. منظورم اینه که این دهانه کارمون از اول شل و باز نشه. با دستمون اون گوشه های کار رو دوباره رو به بالا میاریم که قشنگ کارمون بالا بیاد. مشاهده میکنید من یه چند تا رج به صورت عمودی دوختم و دارم کار رو ادامه میدم. دستم پشت کار هست و باز یا بسته نمی کنم کار رو، به همون صورتی اولیه‌ای که شروع کردم دارم ادامه میدم و میدوزم و نخی که سمت راست هست رو یه مقدار بالا میگیرم که کار قشنگ حالت عمود بیاد بالا. کشش نخ خیلی مهمه، نباید نخ رو رها کنیم، باید با دستمون یک کشش نخ خوبی داشته باشیم و به روی بالا باشه و رها نکنیم نخ رو که به صورت عمود و یک دست کار به بالا هدایت بشه. حین دوخت اگر نخمون پیچ خورده باشه، نخمون پیچش رو باز می‌کنیم که دوخت قشنگ‌تری داشته باشه.